عید قربان بر همه شما مبارک. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان گرامی. امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت باشید. من نوری هستم در خدمت شما. دوستان عزیز، قسمی که در تصویر مشاهده میکنین، ما امروز دومی تصمیم گرفتیم که بریم به کاپیسا زیبایی ها و مقبولی هایش به تصویر بکشیم. ویدیو را دیگه تا به آخر بیننده باشین، چون ما یک برنامه خوب و متنوع به شما ارائه میکنیم. بخیر هستی؟ اسم حاضر؟ اسمت از کجا هستی؟ از اونجا. از کاپیسا؟ از کجای کاپیسا؟ از اشغال رفته. چطور است آب و هوای کاپیسا؟ خوب است. خوب است. طبیعتش چطور؟ حالا ما چکر آمدیم. به نظر جای چکر که بریم سبززار باشه کجا است؟ منطقیش به نام چیه؟ زمین مدیر. زمین مدیر. صحیح است. خداحافظ اسمت جان. واه 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 دوستای عزیز، ببینیم که چقدر مقبول، چقدر زیبا، یک طبیعت خوشایند داره دوستای عزیز. البته من تعریف نمیکنم زیاد، خودتان یک بار اگر شوق کردین بیاین ببینین طبیعت آب و هوا را، باز خودتان میفهمین که چی رقم طبیعت و چی رقم آب و هوا داره. و یک جای مقبول دیگه هم داره به نام ریگ روان، دیگه اونجا هم بسیار زیبا و مقبول است. در آینده ها شاید دیگه ما یک ویدیوی از اونجا داشته باشیم. خب تشکر از اینکه ما را بیننده هستید. آهسته آهسته میریم از بچه های کارگر افغانستان هم یک مصاحبه میگیریم. سلام، خوب هستی؟ شکر. جان جور است؟ بخیر. اسمت چی است؟ میگزل. بله؟ میگزل. میگزل. خب میگزل جان، چی میکنی؟ چی کاروبار میکنی؟ گندم دروی. دوستای عزیز ببینید واقعیت که یک بچه های کارگر و یک بچه های توانا در کشور ما است. چقدر زحمت رو کار میکشن تا یک زمینه تراو میکنن. خب میگزل جان، یا هم دیوارایت است یا هم کار میکنن دیگه به نظرم. یک بار سونی کامرا سایگو که دوستا ببینن چهره ده. ببینن دوستای عزیز یک بچه کارگر رو مفید بر جامعه. خب دیگه دوستای عزیز، واقعیت که یک طبیعت عالی و خوشایندی داشت. دیگه ما هم میریم دیگه به طرف کابل و چینل های ما را اگر سابسکرایب لایک ندارین، ما در یوتیوب هم چینل داریم به نام نوری کلیپ. لایک و سابسکرایب داشته باشین و زنگوله را فشار بدین و در اینستاگرام هم ما را فالو کنین به نام نوری کلیپ و در فیسبوک هم به نام مصطفی نوری ما باشین. در آخر تشکر میکنیم از هموطنای ما که ما را دنبال میکنن. بسیار زیاد تشکر. دیگه ما هم میریم به طرف کابل. خدا حافظ. الله یار و نگهدارتان.